چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. امروز با نسیم اومدیم میخوایم جوکای بیمزه براتون تعریف کنیم، ببینیم کدوممون بیمزه تره و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم که دیگه دستتون راه افتاده بزنید و بریم با هم داشته باشیم اولیشو. نسیم میدونی اگه یه سپاهی جانباز باشه چی میشه؟ نو دو پاهی. میدونی آدم های چاق اگه خلاف کنن کجا میبرنشون؟ کجا میبرنش؟ پلیس فتح. جالب. میدونی غذای مورد علاقه گیمرها چیه؟ ماکارونی. خورشت گیم. میدونی اگه استون بریزن تو دریاچه چی میشه؟ چی میشه؟ لاک پشتا پاک میشه. چه جالب. میدونی کسی که تایید داره الکل سمه اسم پسرش رو چی میذاره؟ سمل گلی. میسم. می قبول میکنیم. چند روز پیش مشکلم رو نتونستم حل کنم. میدونی چی شد؟ چی شد؟ گذاشتم تخمیشش. تو چقدر نمک. میدونی ماهی ها وقتی غذا میخورن چی کار میکنن؟ غذاشون تموم میشه. خدا رو شکر میکنم. سفره ماهی رو جمع میکنن. میدونی زن دیوید بکام شب جمعه به شوهرش چی میگه؟ No. Wait. چی میگه؟ میگه دیوید بگام. No, God, please, no. قشنگ بود دیگه. یوپس قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. یعنی اینجوری خودشو گرفته فقط برای اینکه ریاکشن به من نشون نده. بفرمایید. قشنگ بود، دوست داشتم. خب خدا رو شکر دوست داشتم. میدونی اگه دوتا گل با هم دعواشون بشه چی به هم میگن؟ نه فوش خار بودن. الله اکبر. میدونی به اکسی که خیلی پر روه چی میگن؟ پروکسی. جالب. اصلا نمیخوام بخندم. من یه تیکه چوبم. آبم داره تموم میشه. میدونی چرا خورشت رو میریزن تو ظرف مسی؟ چرا؟ چون رونالدو دوست نداره خورشت. چه جالب. قشنگ. میدونی به بابای بهنام بانی چی میگن؟ جالب. به باباش چی میگن؟ باعث و بانی. میدونی زن بیل گیتس وقتی رابطه میخواد چی میگه؟ چی؟ دسته بیلتو میخواد. چندش. چیزایی زشت. قشنگ. میدونی انسان‌های اولیه وقتی میخوان ماشینش رو بشورن کجا میبرن؟ کجا میبرن؟ قرباش. قرباش. آقا باحال بود، جالب بود. نسیم چند وقت پیش داشتم قصه میخوردم. خب هیچی دیگه، مو توش بود نخوردم. ولی خوشم نمیاد اصلا بود برد. میدونی به پشتی های خونه بهنام بانی چی میگن؟ به پشتیه خونش چی میگن؟ پشتی بانی. قفلی زدم رو بهنام بانی. پشتیبانی. میدونی هیتلر چرا هیچ وقت نگفت ببخشید؟ چرا؟ چون فارسی بلد نبود. جالب. این قشنگ. میدونی به باقی مونده بسته اینترنت چی میگن؟ چی میگن؟ تهدید.
جلو خودتو نگیر. تحریک خیلی خوشمزه بریز است. بیرون. خیلی خوشمزه است. میدونی درختا وقتی گشنشون میشه چیکار میکنن؟ نه؟ زنگ میزنن اسنپ کود. میپذیریم. میدونی زن بیل گیتس بخواد به بچهش بگه دست باباتو بگیر چی میگه؟ چی میگه؟ دست بیلو بگیر. بیل در به در داستان شده. نه ولی جالب بود. یه بار 2 تا شلوار با هم دعواشون میشه. میدونی به هم چی میگن؟ جیبم تو دهنه. میگن فاقیو. اگه یه آسفالت از یه چیزی ناراحت بشه چی میگه؟ چی میگه؟ بغیرم. بگیرم. جالب. میدونی اگه یه اسکلت از بالای دیوار بپره پایین چی میشه؟ خورد میشه. هیچ وقت این کارو نمیکنه چون یه اسکلت جگر نداره. چیز دیگه هم میتونه نداشته باشه. باید تخم داشته باشی. میدونی سیاره ها وقتی با هم دعواشون باشه چی میگن؟ چی میگن؟ حق با مشتری. کار خوب میکنه. میدونی چرا گوجه فرنگی کتاب نوشت؟ کتاب نوشت؟ نه. چون کچاپ بشه. سسه. سس کچ. باریکله. داری پیشرفت میکنی. داری میره سمت آخری ها، داری قشنگ میشه. میدونی سیگارا وقتی خوشحالن چی میشه؟ چی میشه؟ توتونشون عروسی میشه. حالا بود توتونشون عروسی میشه. یه بار یه سوزنه و یه نخه با هم دعواشون میشه. میدونی سوزنه و نخه چی میگه؟ چی میگه؟ اگه دیگه گذاشتم بری تو کونم. میدونی تخم مرغ اگه 2 زرده باشه چی میشه؟ تخم 2 زرده. کارت قرمز میگیره میندازنش بیرون. وای دو تا کارت زرد. 2 زرده. میدونی چرا کیبورد هم تو صبح کار میکنن هم تو شب؟ چرا؟ چون 2 تا شیفت دارن. آفرین کیبورد. جالب بود. دوست داشتم. خب میدونی 2 تا راز اگه بخوان با هم سکس کنن به هم چی میگن؟ چی میگن؟ فاشمی. چرا؟ فاشمی. جالب. قبول بچه‌ها من میمزه. نه 2 تامون من خیلی سعی کردم صبح باشم. به جوکا بی مزه بودن ولی همشون یه دلیل و منطقی پشتشون بود. خیلی باید اون فکر دلیل و می‌کرد. منطقه فکر کنی. آره خیلی چیز باحالی بود. مرسی که تا انتهای ویدیوی ما تماشا کردید. جوکای همراه بی ما مزه‌مون رو نگاه کردید، گوش دادید. لایک، کلی کامنت، دوستتون دارم. سابسکرایب. لایک، کامنت، سابسکرایب. زنگوله. زنگولرم بزنید که کلی دوستتون داریم. تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.